هی یو گایز، چطورین؟ کدوم یکی از ماب های بازی قدرت بیشتری داره؟ بیشتر دووم میاره. زن بریم. خب در اینجا ما یک میدان نبردی خیلی شیک و جمع و جور داریم. میخوایم مابا رو بندازیم به جون هم. البته باید به بزرگی خودتون ببخشید دیگه. یکی از ویژگی ها و ابیلیتی هایی که برای این دان واردن در این میدان هستش یعنی چی؟ آقا اگر مابایی که دارن با هم فایت میدن خیلی سر و صدا بخوان بکنن، واردن میاد میزنه دهنشونو. و بهشون یک مزیت هم دادم، اگر واقعا باهوش باشن میتونن از روی وولا بپرن، ولی اگر بخوان زرنگ نباشن و آره دیگه خودشون میدونن. و یک چیز دیگه که خیلی میدونو باحال میکنه، از یه حدی به بعد شما نمیتونین بریم بیرون، از این بیشتر شما حق خروج ندارین. زهر مار ببندین دهنتون دیگه. اولین فایتمون که اصلا خیلی تابلوه و نیاز به عصای جادویی نداره. در ضمن نگفتم عصای جادویی خریدم جون. خیلی فایت تابلویه. خب اندرمن داریم در این سوی میدان. های کجا میری؟ های حقوقتو نمیدم. آیرون گالم داریم اینور داداشمون. خب واقعا تابلو بود کی میبره. این یکی یکم شاید سخت باشه. آیرون گالم داداش خرس قطبی. شیت آیرون گالم چه میکنه؟ این یکی یکم سختشه و کلا جفتشون با هم فایت میدن. کل منطقه رو واردنی کردی دیگه. نیازمند هلسه، هیچ علاقه به دعوا. میذاشتم صحبت کنم من، چون این یکی یکم ضعیفن و خیلی مظلوم پزلومن، یک 5-6 تا ازشون میذارم. خب میکنه اینا واقعا برای این داشون کاری ندارن. گرجی گلاسیت کنه. آفرین دمت گرم. بیا چندین تای زامبی بریزم به کلت. آماده اید؟ آه خدا آتشینش کردم. خدا وکیلی دمت گرم، واقعا اصلا کم نمیاره. قهرمانمون به نیمه نهایی صعود کرد، گذاشتمش برای لیگ برتر. حالا میخوایم بین بقیه ماپای فایت بندازیم. در این سوی میدان ما پیلیجر رو داریم که همیشه کراس باش توی مایه بنجر. از این ورم یک پگلنز بروتس. لیتس گو. ولی کشتی بچه رو که. آقا ویکتور همتون میشناسین دیگه، یک موجود خیلی بی‌عصابه. میخوایم این دوتا چون جفتشون تبر دارن رو با هم بندازیم. دمت گرم بابای خیلی زنیره. او تو چقدر قدرتمندی، تو خیلی بزرگی، تو واقعا قوی، ولی در مقابل من اینی. ببخشینو من قرار اخلاص من الفاتحه بلند صلوات. رسیدم به شهر، حالا شهر زیر پام